سلام دوستان، با ادامه آموزش بافت جناقیمون در خدمتتون هستیم. وقتی که دورج بافت رو بزنید، بافت کار باید به این شکل در بیاد. وقتی که بافتمون رو زدیم و به قسمت جلوی کفشمون رسیدیم، میایم و وسط کار رو پیدا میکنیم و 3 تا دونه‌ای که از رو بافته شده رو با هم یکی میبافیم. 1 2 و 3. این 3 تا دونه رو ما با هم یکی میبافیم تا بافت اولیه کار ایجاد بشه. شاید یکم حالا اول کار سخت باشه، ولی با چند بار بافت بزنین خیلی راحت دیگه روال میشه. پس این 3 تا دونه رو با هم بافت زدیم، بعد نخ رو از روی قلاب رد میکنیم و دونه بعدیمون رو از زیر دوباره میبافیمش. جلوی کار به این شکل در میاد و بعد ادامه کار رو دوباره مثل قبل ادامه بدیم تا دوباره به این نقطه برسیم.